در اقدام کم سابقه دولت روسیه به مناسبت فرارسیدن عید پاک آتش بس 3 روزه در خاک اوکراین اعلام کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور فرمان خطاب به ارتش این کشور دستور توقف همه عملیات‌های نظامی را از ساعت 6 شامگاه شنبه تا پایان روز دوشنبه صادر کرده است. پوتین در دیدار با والدری گراسیموف فرمانده کل ارتش روسیه ضمن تاکید بر انگیزه‌های بشردوستانه اعلام کرده که این تصمیم با هدف ایجاد فضای آرامش در ایام مذهبی عید پاک گرفته شده است. با این حال به نظر می رسد واکنش‌ها به این اعلام آتش بس چندان مثبت نبوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهارات تردیدآمیز نسبت به نیت واقعی روسیه اعلام کرد که همزمان با اعلام آتش بس نیروهای پدافند هوایی اوکراین در حال مقابله با پهپادهای مهاجم روسی بودند. زلنسکی گفت ادامه حملات پهپادی حتی در روزی که قرار بود آتش بس برقرار باشد نشان میدهد که مسکو تمایل واقعی برای توقف درگیری ها ندارد. در همین حال رسانه‌های روسیه به نقل از گراسیموف گزارش دادند که نیروهای روسی موفق شدند یکی از آخرین سنگرهای ارتش اوکراین را در منطقه کورسک به تصرف خود درآورند، ادعایی که هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. این تحولات در شرایط رخ میدهد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به آینده مذاکرات صلح هشدار داده است. ترامپ تاکید کرده در صورتی که روند گفتگوهای صلح میان کیف و مسکو به بنبست برسد، آمریکا ممکن است از نقش خود به عنوان میانجی عقب نشینی کند.